پیدا میشه در این منطقه. پرنده های گوناگون در اینجا هست، صدایش هم ما میش همه وطن های خارج است. دوستا گوشه از فرخار است، البته از زیبایی گوشه از فرخار است که در تصویر انشاءالله میبینین. چی حال دارین؟ شکر بخیر. نامتون؟ نیاز محمد. از این منطقه هستیم؟ بله. چی میگه ناموشه؟ گرد تو یک جایی را میگه که گرد است، یکی دراز است. خواه زین چی را میگه؟ برو دیگه سر زمین ها. بله. چی پاشید؟ گندم، جو، بگم چیزی خردنی که میوه باشه یا پخته باشه؟ فعلا که دیگه وقتی رسیدن میوه نیست که پخته باشه. هیچ چیز پیدا نمیشه. توتی خش چی؟ چهارمغز، توتی خش. او گپا که بیخی از بین رفته. اصلا نیست. درختای قدیمی بیخی از بین رفته. این زیرتی ها که برآمده بر از بین برزن. خیر باشین. همون خدمتی باشه. برای ما باشه. خدمت دیدم خوشحال شدم. قربان شما. گفتم دو دقیقه گپ بزنیم. جان تشکر. قصه کنیم. آدم قشلاق هم بسیار دوست دارم. خودم هم سابقه قشلاقی هستم. اصلی. خدا دوست داشته باشه. سلامتی. از کجا هستین؟ از این خیلی تولکن. خیر باشه. نام چی بود؟ فرزاد. فرزاد. از ورک هستی؟ در ورک بیام باغ دارم نمیفهم میوه است. مذاق هم کوکو. تو مکتب میخونی؟ صنف چند؟ صنف 9. صنف 9. چی یاد داری که ما بخونیم؟ یا لگام شعر، لگام ترانه؟ هیچ یاد ندارم. وای کسایی که مکتب بخونن خب یک چیزی یاد داره. چی؟ به خاطر درس. درس نه؟ خط خوانده میتونی؟ آفرین. نمره خوانده میشه. استادا خود درس میتونه که درس نته. من خودم یه وقت شاگرد بودم. میگفتم استادا ما درس نمیتونه که خودمون نمیخوندیم. ولی کلام شدیم در سر ما خندم میگم عیب خودمون بوده. اونجا تخورا درس خوبه، اینجا درس نمیدن کوکو. یک روز میان. سلامت باشی، بخیر باشی. بیننده های عزیز دهکده ما، ممنون که تایید ما را همراهی کردین. اگر تا هنوز هم برنامه ما را میبینین همین لحظه کامنت و لایک یادتان نروه. مردم محل برای ما گفتن که یک چشمک خیلی کوچک در قشلاق است، در وسط قشلاق. دوستای عزیز اون طرفی با دوستان عکس خیلی جالب بود، متاسفانه در کامرا نیامد. خبیر خان رفیق ما میخواست از این طرف با اون طرف خیز بزنه پایش لفت و نزدیک داخل آب شده بود. بوتا بگیر
استرا میگرفتم و چه کلی داشته؟ کلی یکیست؟ و علیکم السلام.